من توش باشه جیغ میکنم. بذار جیغ بزنی. اتفاقا این جیغ باید آزاد شه، این فضای درون بذار راحت شی، بذار داد و هوار کنی. برای تو چش رنگی مهمه یا لاپا؟ من آخر نفهمیدم. چی لاپا یا چی؟ لاپا مهمه یا چش رنگی؟ والا حقیقتا جفتش مهمه. خب بستگی داره چقدر طرف کاربلد باشه. بعضی هستن مثلا کاربلد نیستن. دیگیر میگیری انقدر نکن. تهران پارس خوبه؟ مکان؟ نمیدونم من والا نیومدی این خبر سمتا؟ نه من اصلا جایی نیومدم. من انقدر خب از این بعد خونگی بیا این ورا دیگه، بیا اینجا. اتفاقا منم خونگی هم، هیچ جا خونه آدم نمیشه. میریم ما هم دیگه توی خونه میشینیم فیلم میبینیم، نتفلیکس رو بازی میکنیم، ما هم دیگه سینمایی من میبینیم. تا حالا با یه پسر فیلم ندیدم. همیشه وسطاش سه برای من. جدی داره میگی؟ به خدا یه بار من با پسر چیز فیلم درست حسابی ندیدم. اوکی بیا با من تا با خیال راحت فیلم داشتم ببین. فیلم رلا میدیدم یه چیز شده سیکس کرد. تو هم که اصلا دوست نداری، تو هم که اصلا دوست نداری. نه من بهش گفتم نکن اون کرد. همین، یعنی اوج مقاومت شما نکن اونم کرد. همین تموم. میگم بهترین سیگی کردی چقدر بوده؟ چند دقیقه بوده؟ 1 ساعت بود. 1 ساعت؟ 1 ساعت ببین با توی 1 ماساژ ساعت هم میتونم خلاصه کردم. آها گرفتم. آره. نه 1 مثلا ساعت گفتم 1 ساعت طولم بزنی نثارش 1 ساعت طولم بزنه. نه بابا گردن زیبایی هم داری، دختر کلا گردن بلند، دختر آتیشی هست. راسته؟ نمیدونم. واقعا گردن زیبا و جذابی داری، اصلا آدم دلش خواست. بعد سایزش چنده؟ یو واتساپ گایز ام بوز، چطوری بچه‌ها؟ خیلی خوش اومد به چنل مهدی اسماعیل. اگه هنوز تا الان چنلتون رو سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایب بشه که ما هر روز ویدیو خفن داریم. اون لایک ویدیو هم یادتون نره، حتما اون تقه لایک رو بذارید، تقه زنگوله رو هم بزنید که خیلی به من کمک میکنه و انرژی بسیار فراوون به من میده. دوستتون دارم، برید ویدیو لذت ببرید. اینستا من رو صفحه میاد حتما فالوش کنید. شماره نمیدونم. شرکتمو دارم. شماره خودمو شرکتم داری؟ زن زندگی گفته بودم. تازه داستان داره جالب میشه. شما بیا نزدیک، شما گوشی بگیر دستت، ولش کن اینو. زهرا رو کی میخواد؟ زهرا کلا آدم لاشیه. بیا لیلی جان بیا خودم داره. شرکت عمران داره. من برای زهرا کار میکنم. کی؟ زهرا. اقد بعدم من لیلی میاد. زهرا بچخون رو خودت عزیزم. این رابطه باید جوش بخوره بین من و زهرا. نه شوخی میکنم بچه، من آدم اول نیستم. اینو میگم واسه اینکه بس عوض شه یکم بخندیم. اینکه 100% خندیدیم. آره خندیدین؟ حسابی خندیدین؟ منم دوست دارم باید حال کنم. پس یه دوست دارم دقیقا مثل توه. قلقلیه میزنی زمین هوامی. نه صحبت کردم باش با اینکه خیلی بیادب ولی بادم بهش بر نمیخوره. آفرین. من یه جوری بیادبی میکنم اصلا طرف کیف میکنه، میگه بیادبی کن. لذت میبره. خب اسمون چیه؟ گفتم دیگه زهرا. نه کل منظور اسم رفیقت که بیادبی چیه؟ آها میلاد. ولش کن. میلاد آدم لاشی از امیرا بدترن. کات میکنی عزیزم. بندازش تو. من خوشم این پسر نمیاد نیمکت ذخیره دورت باشه. یعنی چی؟ چه معنی میده؟ پسر شما عزیزم سینگلی دیگه؟ بله. چند نفر سینگلی مگه اونجا؟ ما 6 تا. صدا چرا بعد این دستش گرفته فکر کنم رو چیز میکروفون؟ دست رو میکروفون وردار. نه دستش رو میکروفونی بنده خدا مگه سپایه منه. خب بگی دستت دیگه. خب دست الله به به ان نزدیک چه زیبایی، چه گردنی، چه بدنی، چه سری، چه دومی، عجب پایی. تا حالا شده تو از پسر عکس مثلا خاک بر سری بخوای؟ 300 بار 1000 بار. حتی یه رفیق پسر میفرستم اون چطور شده. جدی داری میگی؟ یعنی عکسش میفرسته میرفت همون میواد دیگه ببین چطور شده؟ آره این منم
یه خاک حالا تو اون میخواسته بهت نخ بده، میخواسته بهت پا بده. اون دیگه رفیق پسر نبود، اون میخواسته خفتت کنه. من ده خدا نه بابا من باش تو خونم تنها بودم فقط خندیدیم. جدی میشه با ما تو خونه تنها باش فقط بخندیم؟ توش باشه بخندیم بخندیم تا صبح رو سرمون دیگه بخندیم، بلند بخندیم. چی؟ من توش باشه جیغ میزنم. بذار جیغ بزنی. اتفاقا این جیغ باید آزاد شه، این فضای درون بذار راحت شی، بذار داد و هوار کنی. بذار کل همسایه‌ها بفهمن داری چی کار میکنی. آره بیام بالا بگم ما هم میخوایم. آره نوبت پشت در وای میزن زنبیل میذارن، بعد این یکی که باشه همشه اون یکی میاد. نه بابا منو که نمیگم برای تو. ببین برات آرزو میکنم یه اتاق پر دختر گیرت بیفته، خودت انتخاب کنی. عزیزم ببین من خیلی دوست دارم دختر بور و چش رنگی. من تا حالا دوست دختر چش رنگی و بور نداشتم، یعنی یکی از فانتزیام اینه. چون تو ایران پیدا نمیشه، پیدا هم بشه اون لاپ چش رنگی پیدا میشه، بی شرف گیر ما نمیاد. برای تو چش رنگی مهمه یا لاپا؟ من آخر نفهمیدم. چی لاپا یا چی؟ لاپا مهمه یا چش رنگی؟ والا حقیقتا جفتش مهمه. خب بستگی داره چقدر طرف کار بلد باشه. بعضی هستن مثلا کار بلد نیستن، خب این چه دوربین من اینجوری شد دارم زور میکنم. آره بعد بعضی هستن کار بلد نیستن ولی مثلا آماتورن ولی خیلی خوشگل، اون به درد نمیخوره به نظر من. ولی بعضی هستن آره خیلی حرفه‌ای ان ولی مثلا چش رنگی و مثلا زیاد زیبا نیستن ولی به نظر من خوبن، بازم خوبن. ترک دیوار باشه، کار بلد باشه، دختر باشه. ما همینه، اون کار در میاره. دختر میخوای بیوه میوه نمیخوای؟ اون که دیگه اصلا گلی از گلای بهش، نگو بیوه بگو میوه. میوه بهش مکاندار. اصلا ببین اصلا چی هست؟ نه مکان نداشته باشه، تو خیابون باشه. تو خیابون هم باشه، خودم مکان دارم که نگران نباشه. یو چطوری؟ آقا جانم خسته نباشی، دمت گرم، خیلی مردی. همین بیشتر از این دیگه بلد نیستم، چون از زبونم کم آورد. ما یه اسکرین با هم بگیریم فدات شم. بگیر داشت بگیر. عشق منی، میتونی خود تو دوربین وایس قشنگ قربونت برم. ببخش. اوکیه عالی. وایسا عشق من یا دوست خدا مخزن خودتی، بقیه عدات در میارم. من کوچیکت محمد رضا. عزیز آقا محمد رضای گل. خب تو چی پسری دوست داری قربون و لبات برم من؟ شرکت باباتو بخورم. خب شرکت بابام نیست، شرکت خودمه. شرکت خودتو بخورم. بس شرکت حقوقی هم برای تو خب خب دارم میگم چجور پسری دوست داری؟ خب کوف چجور پسری دوست دارم؟ آره کلا پول دوست دارم. پول دوست دارم. آفرین. منم یه نمایشگاه دارم، بابام اتفاقا شرکت فرش داره. من بله کجا؟ من یعنی چی کجا؟ خودم نمایشگاه یا شرکت کجا؟ خودت کجایی؟ من تهران پارسم خودم. تهران پارسی. آره خونم از خودم دارم اصلا. چی ایو کوفت. خب آره داشتم میگفتم تهران پارس یه دونه خونه دارم، نمایشگاه اتومبیل دارم، بعد بابام شرکت تک فرزندم هستم. آفرین. من تک دخترم داری؟ آره من تک دخترم. 13 پرو مکس 256 دارم. خب اپل هم می‌خریدی دیگه؟ نه حال نکردم باشه، یه جوری تو گوش اذیت میکنه. آره دقیقاً اذیت میکنه. میبینی تفاهم داریم و میفهمیم چی اذیتمون میکنه. ببین این یاد سمک بشه این ریز یه شعری بگه نمیتونه. داشتی میگفت عزیزم میگیری انقدر نکن. تهران پارس خوبه؟ مکان؟ نمیدونم من اومدی سمتو؟ نه من اصلا جایی نیومدم. من انقدر خب عزیزم بعد بیا این ورا دیگه، بیا اینجا. اتفاقا من خونگی هم هیچ جا خونه آدم نمیشه. میریم ما هم دیگه توی خونه میشینیم فیلم میبینیم، نتفلیکس رو باز میکنیم، ما هم دیگه سینمایی میبینیم. من حالا با یه پسر فیلم ندیدم، همیشه وسطاش سه برای من. جدی داره میگی؟
خدا یه بار من با پسر چیز فیلم درست حسابی ندیدم. اوکی بیا با من تا با خیال راحت فیلم ببین. فیلم اعلام میدیدم یه چیز شده چیز کرد. تو هم که اصلا دوست نداری. نه من بهش گفتم نکن اون کرد. همین یعنی اوج مقاومت شما نکن اونم کرد. همین تموم. چی بگم خب بگم کن بهتر میکنه منو. عزیزم شما که اصلا باید بسیاریم تا الان شده مثلا پسری مثلا بهترین چیزی که باش کردی چجوری بوده؟ چقدر بوده؟ اصلا مدتش چقدر بوده؟ با پسر؟ نه بس با دختر. با پسر دارم میگم دیگه. با پسر چی نفهمیدم؟ میگم بهترین چیزی که کردی چقدر بوده؟ چند دقیقه بوده؟ 1 ساعت. 1 ساعت؟ 1 ساعت با ماساژ خلاصه کردم. گرفتم. نه 1 ساعت گفتم 1 ساعت طولم بزنی نثارش هم 1 ساعت طولم بزنه. نه بابا 1 ساعت کمش 20 دقیقه بود. مثلا 1 ساعت رو کلا گفتم همش. درسته ماشاءالله کاربلد کاریه قشنگ کارو در میاری مشخصه. دوست دارم اینجوری دختری دوست دارم. باریکلا چی میگفتم؟ اونجوری نگیر. خودت بیا با اخ بیا درست بیا مثل شرک اومد الان دقیقا. سب تو آب نمیخواب اونجا. نه خیارشو شیاب کردم دیگه خوش اعتراف میکنه. آره دیگه بفرما خیارشو. نوش جونت عزیزم. شما تو بنازین پایین دیگه خانم وکیل. گذاشتم آیدی چیزمو دیگه. شماره‌تو بده. خب آیدی واسه غریباست ما داریم آشنا میشیم. مشتری زنگ زد. چی زنی موکل زنگ زد. واقعا نمیدونم چیه. ولش کن عزیزم. ولش محل بهش نده. بلاکش کن. الاسا گوش بگیر. بچخ رو ببینم تو چی؟ ببینمت زهرا. نمیخوام ببینم. چرا؟ اسنپ چاتی هستی؟ چون لباسم مناسب نیست. بابا لباس همش میگه انگار لخت شدی هم دیگه دارین انگوش میکنین. چیزی نیست که. اوکیه. من پسر خوبی ام عزیزم. من جمعم بسیار بالاست نترس. چشم. جنبه داری یعنی؟ آره بابا خیال راحت بشه. جنبم خیلی. چشم الان زنگ میزنم. قبل خبر بده دارم یه دم در خونه. خب الان زنگ میزنم. الان خیلی لباست بده مثلا. رفتم درستش. خب تو چند سالت بود زهرا؟ من 27 سالمه. 27 سال شما دلتون نمیخوره خدا سر شده. خب نمیخوره دیگه. اومدم خوبی هستیم. بابا این داره کجات گاز میگیره. دستت خورد. دختری که انقدر آزادانه انقدر خوب انقدر زیبا و متین سفید داره صحبت میکنه اصلا گلی از گلهای بهشته. جوجو جانم عزیزم گردن زیبایی هم داری. دختری کلا گردن بلند دختر آتیشی هم راسته؟ نمیدونم. عزیزم واقعا گردن زیبا و جذابی داری اصلا آدم دلش خواست. بعد سایزش چنده؟ سایز کی؟ سایز سی. ندارم من کوچولو هم. من اینطور نبی من نتیجه اینقدرم. والا حقیقتا من فکر نمی کنم این کوچولو باشه اون چیزی که من دیدم. نه کوچیکه خیلی کوچولو. ببینم. نه ببینم بیزایه قد ببینم هم اون لابله ها ببینم تمام میشه میره. نه مرسی. چقدر آدم بخیلی این دخترها. 2 تا به خوبی دارن همینجا نگهش داشتن هیچ کاری نمیکنن. مگه شما نشون میدین مثلا من بگم چی نشون بدیم؟ دودولتون. الان من دودولمو در بیارم دیوس این برنامه منو مسدود میکنه خب ولی شما منو در بیاره شما رو مسدود میکنه. اینجا هم تبعیض جنسیتی داریم میبینی؟ والا چرا باید اینجا چیزی باشه اصلا؟ چی؟ میگم نمیدونم من تا نشون ندادم. بذار من اولین نفری باشم که داری بهش نشون میدی.